سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو یک ویدیو پشت صحنه عکاسیه که میخوایم بیایم توی یک همچین محیطی، توی یک همچین فضایی جوری دیزاین کنیم، جوری کادرمون رو ببندیم که انگار یک محیط اتاقه، انگار مثلا توی یک فضای اتاق خوابطور عکاسی شده. بریم که داشته باشیم. خب تقریبا ستارمون آماده شد. یه همچین دیزاینی که یه پرده حریری که مثلا من تو اتاقا گذاشته میشه گذاشتم اینجا، یه نور هم اینجا پشتش که مثلا بیاد کار نور طبیعی رو مثلا انجام بده. یعنی مثلا نور خورشید، انگار داره نور خورشید، نور مهتاب میتابه به اتاق و از پرده رد میشه. این پرده خودش دیفیوز هم میکنه. مثلا یه همچین کادری رو قراره که ببندم. حالا باید مدل بیاد تا این ستاپ دقیق تر بشه. فعلا مثلا 80-90% از کار انجام شده، بقیهش اون کار دقیق ترش و اینا هر موقع مدل بیاد انجامش میدیم. خب وقتی من این ستاپ رو چیدم متوجه 2 مشکل شدم. یکی این که این قسمتی که اینجا میبینید از این استراکچر فون، یعنی پایه فون، سایه‌اش مشخص میشد. خب و یه مشکل دیگه هم که به وجود اومد موقعی بود که مدلمون اومد و ما شروع کردیم به استارت کار، یعنی شروع کردیم به تصویر برداری عکاسی، که همچین داستانی پیش اومده. متوجه شدین؟ وقتی که مدل اومد، یعنی اومده بود پرده رو که باز کرد، صورتش سوخت، نور خیلی زیادی به صورتش تابید. خب و منطقیه دیگه، این پرده‌ای که بود اینجا نقش دیفیوز رو داشت و وقتی پرده رو کشید کنار باعث شد که صورتش بسوزه. پس این شد دومین مشکل. ما برای اینکه این مشکلمون حل بشه چیکار کردیم؟ اومدیم به اون نوری که داشتیم سافت باکس وصل کردیم و این سافت باکس که وصل کردیم باعث شده که این قسمتی که میبینید سایه پرده فون، سایه پایه فون خیلی کمرنگتر شده، خیلی محوتر شده و مثل قبل خیلی سخت نیست. دوباره بیارم که بیشتر متوجهش بشین. دیدین؟ اینجا خیلی هارد بود، خیلی سخت بود اون سایه‌ای که داشته، ولی وقتی سافت باکس رو وصل کردیم خیلی محو شده. و همچنین وقتی مدل می اومد پرده رو میکشید کنار دیگه صورتش نمیسوخت. الان یه ذره بره جلوتر، دیدین؟ بازم صورتش نرمه. این به خاطر اینه که ما یه سافت باکس اینجا وصل کردیم روی ویدیو لایتمون تا این مشکلات رفع بشه. حالا این سافت باکس رو من گذاشتم توی تصویر دیده نمیشه، ولی خب بدونید که ما سافت باکس گذاشتیم و این مشکل رو رفع کردیم.
کارآمدین و پشت صحنه این یعنی این پروژه رو دیدیم، بریم که خروجی کارم ببینیم، یعنی بریم چه عکسایی رو ثبت کردیم و اینکه چه کلیپی رو تونستیم از این محیط در بیاریم. اما قبلش اگر به چنین محتوایی علاقه‌مندین حتما این چنل رو سابسکرایب کنید و اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و اگر هم نظری دارید زیر همین ویدیو کامنت کنید. خبر بیار یه روز خوب تو رو